السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال دومین چنین بود: پدر و مادر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی نام داشتند؟ جواب درست چنین است: پدر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عبدالمطلب و مادرشان آمینه بنت وهب نام داشتند. بعضی از برادران در پیامک ها در جواب نوشته‌اند آمینه بنت وهاب. نه برادران عزیز، آمینه بنت وهب این است جوابی درست. برادران و خواهران عزیزم، از هر یکی شما شکرگزاری می نمایم که در این سوال و جواب اشتراک نمودید و جوابهای خود را نوشتید و یار و دوستان خود را هم به این گروه دعوت نمایید تا کمی هم باشد از تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفهمیم و در یاد بداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.